رفتار جالب اجمل زین با ستاره هاشمی. درخواست جالب و باور نکردنی اجمل زین از ستاره هاشمی. ستاره هاشمی کیست که این روزها نامش در صفحات مجازی غوغا برپا کرده است؟ ستاره هاشمی در کدام کشور زندگی می کند و مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. اجمل زین یکی از هنرمندان موفق و ناماشنای کشور است. اجمل بیشتر از 10 سال می شود به طور مسلکی به کارهای هنریش بعد از اشتراک در برنامه صدای افغانستان تلویزیون طلوع ادامه می دهد. اجمل زین از طفولیت علاقه فراوانی به هنر موسیقی داشته است و ای کارهای بیشماری برای هنر موسیقی افغانستان انجام داده است و آهنگهای عاشقانه اجمل زین همیشه در ذهنها و طنین انداز محافل خوشی هموطنان افغان بوده است. آهنگهای اجمل زین تا کنون ماندگار بوده است و همه جوانان کشور با آهنگهای این هنرمند آشنایی کامل دارند. جدیداً اجمل زین که در کشور انگلستان زندگی می کند پیشنهاد اجرای آهنگ دوگانه برای ستاره هاشمی، یکی از هنرمندان کاملا جوان کشور داده است. ستاره هاشمی با کمال میل سرودن آهنگ دوگانه با اجمل زین را پذیرفته است. این همه در حالی است که ستاره هاشمی کمتر از چند ماه می شود آهنگهایش را برای مردم افغانستان ویدیو کلیپ ساخته است و از طریق صفحات مجازی نشر کرده است که حمایت و بازتابی خوبی داشته است. ستاره هاشمی در اصل تابعیت کشور کانادا را دارد، ولی به خاطر اجرای کارهای هنریش وی به کشور ازبکستان و تاجیکستان سفرهای بیشماری داشته است. این آهنگ قرار است در شبهای عید سعید اضحی نشر شود. من آرزوی خوشبختی، سعادت و سلامتی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت لایزال خواهانم. دوستان و همراهان همیشگیم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران اجمل زین به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامت برای هر یک از شما نازنینان آرزو دارم. تا درود دیگر امیتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.